خانمی نوشتن که پسر 19 ساله من خیلی به من بی احترامی میکنه. حتی وقتی من با همسرم یه بحثی پیش میاد این آتش بیاره معرکه است و به شدت دعوا را میندازه و توهین میکنه به من یه حدیث فقط به ایشون میگم از امام صادق علیه السلام: من نظر الی ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان به لن یقبل الله صلاح. هر کس به پدر و مادرش فقط اخم کند، فقط اخم کند، در صورتی که پدر و مادر بهش ظلم کردن، کوچیکش کردن، تحقیرش کردن، با این وجود اخم کند، لن یقبل الله صلاح. هیچ نمازی از او قبول نیست. چون نماز استفاده کرده، چون نماز شرط قبولی خیلی از عبادات دیگه است. میخواد بگه نمازم بخونی خدا قبول نمیکنه. یعنی اولین موضوعی که ما وظیفه داریم انجام بدیم پدر و مادرمون. هر کی پدر و مادرش احترام نکنه خدا رو احترام نخواهد کرد. آقا پسر بزرگوار، من فقط همین رو بگم: دست به طلا بزنی خاکستر میشه. هر کاری بکنی نمیگیره. اگه قلب مادرت بشکنه. اکثر گره‌های معنوی و گره‌های مادی که شما می‌بینی که برای همه روتینه ولی برای تو گرهه، از دل شکسته مادره. مادر تو دریا.